فرق بین زندگی و مرگ باشد یک نفس. این معانی از زبان مولوی بشنیدم. شش نزد مادر بیمار خود تا دیرگاه، عالم معنی های مثنوی بشنیدم. نیک دانم مادرم بود یک زنی پاکیزه، سر همی داد و نمی آمد دروغش از دهان. بود بهر ما مثالی یک چراغ معرفت، دائما می کرد روشن راه تاری بچگان. از من و از بچگان دیگرش گوید سخن، یاد می آرد همیشه بچه ره دور خود. لحظه از سن او دور می گردد مدار، اختر شام امیدش آمده است امروز فرود. عمر معنایی ندارد بی دعای مادرم، خنده ناید بر لبانم وقتی بیماری او. می دهم گرچه تسلی نزد مادر شش من، از خدای مهربان دارم فقط یک آرزو.